السلام علیکم، امید که جور صحتمند باشید. امروز میریم بعضی از شارتکت های مهم مایکروسافت ورد و ویندوز کار میکنیم. اول میریم کاپی را کنترل سی شارتکت کاپی است و میریم استفاده میکنیم که چه قسم استفاده میشه. اول میریم متن انتخاب میکنیم، کنترل همراه سی کلیک میکنیم، متن کاپی شد. و دومش کنترل وی است، دوباره چیزی که کاپی کردیم پیست میکنیم. شارتکت پیست کنترل وی، متن ما پیست شد. و میریم شارتکت سوم کنترل اکس که متن قطع میکنه، متن انتخاب میکنیم، کنترل اکس متن قطع کرد. دوباره میریم چهارم کنترل زید، کاری که انجام داده بودیم دوباره میخوایم برگشت کنیم یا لغو کنیم. کنترل زید متن که ما قطع کرده بودیم پس کنترل زید کردیم. و کنترل وای بازگشت یا ریتارن، چیز تغییراتی که آورده بودیم یا حذف کرده بودیم با کنترل وای دوباره بازگشت میکنه. و ششم کنترل کی هایپرلینک وقتی ما میخوایم یک متن مثلا اینجا میخوایم وقتی بالای کلیک کنیم یا فشار بدیم ما را به یک صفحه دیگه ببره، یا جایی را که ما هایپرلینک کردیم یا عکس یا کدام فایل، اون فایل برای ما باز میکنه یا ما را به اون فایل میبره یا کدام وبسایت. ما این عکس انتخاب میکنیم. اوکی، میبینید که کلیک رنگش تغییر خورد، آبی شد و ما میتونیم که یک تکست هم با کنترل کی هایپرلینک کنیم. و کنترل ای انتخاب همه. میریم این تکست انتخاب میکنیم، کنترل ای همش انتخاب شد. و میریم به شارتکت هشتم کنترل ان. وقتی ما صفحه جدید میخوایم باز کنیم، اینجا صفحه جدید از ورد باز میکنیم، کنترل ان. کنترل ان شارتکت باز کردن صفحه جدید. و شارتکت نهم کنترل اس، چیز تغییراتی که آورده باشیم در یک متن یا متن جدید نوشته کرده باشیم، تایپ کرده باشیم، با کنترل اس ذخیره میکنیم. یک فایل ده اینجا نام میتیم، فایل سیو میکنیم. و میریم شارتکت دهم کنترل آر
صفحه براوزر وقتی میخوایم ریلود کنیم کنترل آر کلیک میکنیم. مثلا ما میریم اینجا با این علامه هم میتونیم که ما ریلود کنیم صفحه را با شارتکتش کنترل آر. خب اینترنت وصل نیست. وقتی اینترنت وصل باشه ما میتونیم از کنترل آر استفاده کنیم به خاطر ریلود کردن صفحه. خب من میرم اول کامپیوتر با اینترنت وصل میکنم. تا عملا به شما استفاده کنترل آر یا کنترل آر یاد بدم. کنترل آر میزنیم. صفحه ما ریلود شود. میخوایم همین صفحه را ریلود کنیم. کنترل آر. ببینید صفحه چت جی پی تی ریلود میشه. و میریم شارتکت 11 کنترل بی متن پر رنگ میکنیم یا بولد میکنیم. متن انتخاب میکنیم. کنترل بی متن ما پر رنگ شد یا بولد شد. و شارتکت 12 کنترل یو به خاطر زیرخط متن یا اندرلاین میگن به زبان انگلیسی. اندرلاین متن انتخاب کردیم. کنترل یو ببینیم متن ما زیرخط گرفت. ببخشید. و شارتکت 13 کنترل آی متن به صورت مرب یا ایتالیک متن انتخاب کردیم. کنترل آی ایتالیک یا قسم کجک. و میریم شارتکت 14 کنترل او به خاطر باز کردن فایل. کنترل او فایل هایی که داخل کامپیوتر ما ثبت است ما میتونیم باز کنیم هر فایلی که خواسته باشیم. مثلا من این باز میکنم. یکی از این فایل ها رو باز میکنیم. خودم این فایل باز شد. خب میریم شارتکت 15 کنترل پی متنی که ما تایپ کردیم در ورد میخوایم با کنترل پی او را چاپ کنیم یا پرینت کنیم. کنترل پی اینجا انتخاب میکنیم پرینتر یا چاپگر هر کدام شده شما انستال داشته باشیم. با کنترل پی انستال میکنیم و میریم به شارتکت 16 کنترل اچ تاریخچه براوزر چیزی که ما در اینترنت یا در براوزر کروم سرچ کرده باشیم او را باز میکنه. مثلا ما میریم در این براوزر کنترل اچ میزنیم که تاریخچه یا هیستوری براوزر ما را بر ما باز کنه ما چی سرچ کرده بودیم. کنترل اچ زدیم و این چیزهایی است که من قبلا سرچ کرده بودم. باز میریم به شارتکت 17 کنترل اف پیدا کردن یا فایند. ما میخوایم مثلا در همین متن یک چیز پیدا کنیم. کنترل اف میزنیم نوشته میکنیم ده. ببینید که چقدر ده بر ما پیدا کرد. THE ده. و ما میریم به شارتکت 18 که
چی کار میکنه؟ کنترل L، انتقال متن به طرف چپ. میبینید که متن به طرف چپ برد. برای دانستن شرکت های مهم و کاربرد دیگر چینل ما را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید.